سلام و درود به تمام عاشقای کدنویسی و ICD. خیلی خوشحالم که توی این ویدیو همراه شما هستم و توی این ویدیو قراره که بهتون آموزش بدم چجوری کد CSS و HTML رو توی برنامه ویژوال استودیو کد بنویسیم. اول که ما اینو اکسترکت کردیم و اینا تو فایل ایندکس، اول باید یه دونه فایل جدا راجع به ویژوال استودیو کد بنویسین. اسم فایل هم هر چی دوست داشتین میتونین بنویسین. میتونین اسم فایل رو مثلا بزنین چه میدونم یه جایی، حالا ما مینویسیم یه جایی. حالا وارد برنامه ویژوال استودیو کد میشیم و ثبت میکنیم که برنامه باز بشه. خب رانش میکنیم. گزینه yes. بعد حتما یادتون باشه که از سایت یاستیل دانلودش کنین، چون که اون نسخه‌ای که باید با هم دانلودش کنیم در واقع باید همین نسخه باشه که اینجا باشه، چون نسخه های در واقع VSS اگه اشتباه نه VSC در واقع ویژوال استودیو کد فرق داره. 5 تا نسخه داره. CSS هم 3 تا نسخه داره که این نسخه خیلی سر تا پا با هم فرق دارن، که اگه شما نسخه دیگه رو بریزین میفهمین کلا از لحاظ نوشتاری و همه چی فرق داره. و اینکه بعد از اینکه ما تموم لیست پخش CSS و کدای HTML رو تموم کردیم، میریم سراغ جاوا اسکریپت. حالا ما باید وایسیم که این فایل رو اکسترکت کنه دیگه. حالا من نمیدونم اکسترکت کجا میره، اصلا نمیاد. خب این اینستال شد. دکمه فینیش رو میزنیم و میریم داخل برنامه ویژوال استودیو کد. حالا ما میایم اینجا این ولکام رو میبندیم. ما اینجا توی فولدر اوپن فولدر رو میزنیم، میایم این بالا فایل رو میزنیم و از اینجا میشمریم 5می رو میزنیم تو دسکتاپ. اون فایلی که درست کردیم به نام یه جایی رو این بازش میکنیم. گزینه اوپن رو و اینو اینجا اوپن میکنیم. ایندکس کد HTML 2.5 رو میزنیم و یه همچین چیز در واقع یه همچین کدی رو میاره جلوی صورتمون که چیزای عجق و عجقیه و ما توی در واقع این جلسه میخوایم کلش رو یاد بگیریم. این ویدیو قرار ویدیو طولانی بشه، پس چیپس و پاپاکاتون آماده کنین، لپتاپتون آماده کنین و برنامه رو قبل از اینکه بخواین این ویدیو رو ببینین آماده کنین تا هر کاری که من میگم و با هم انجام بدیم. اول چیزی که ما بهش برمیخوریم خط اول داک تایپ. داک تایپ در واقع مخفف داکیومنت تایپ یا در واقع تایپ فایلتونه. داکیومنت در واقع میشه گفت نوع فایلتونه، ما به این کاری نداریم. HTML دوم لنگ ان. لنگ مخفف لنگویج یا زبانه و ان مخفف انگلیشه. شما میتونید اینو هر جوری که بخواید درست کنید، یعنی مثلا میتونید زبون رو مثلا بزنید ایتالیایی، بزنید مثلا لنگ آیتی فکر کنم میشه ایتالیایی، نمیدونم مخففشونه. حالا میایم پایین میریم توی بخش هد. توی بخش هد ما در واقع میشه گفت سازنده اینجا میشه گفت سازنده اینجا خلاقیت به خرج داده و هد و بادی آورده. یعنی چی؟ یعنی بادی که میشه بدنه، هد هم که میشه سر. حالا ما اینجا متا چارچست نیم اینا تایتل داکیومنت رو داریم، ما با اینا کاری نداریم. میریم سراغ بادی. اولین چیزی که اینجا مینویسیم چیه؟ ما اولین تگی که میخوایم بهتون یاد بدیم تگ پی. یه دونه پی بنویسین، انتر رو بزنین. حالا اینجا شما هر چیزی که بنویسین، مثلا من اینجا زبون انگلیسی مینویسم مثلا هلو، یه دونه هلو اینجا مینویسم، بعد کنترل اس میزنم. کنترل اس که بزنم اینو بیام توی یه جایی ایندکس رو بازش کنم، اون وقته که اینجا مینویسه هلو. این سایت ما. خب حالا ما اینو دوباره کوچیکش میکنیم، اینو کلن میبندیم و
تگ پی رو یاد گرفتیم. پی مخفف پاراگرافه. یعنی چی؟ الان یه بار دیگه انجام میدم. شما پیو که بنویسید انتر رو بزنین تگ پی رو ساختین. یعنی هیچ چیز عجب و عجقی نمیخواد ساخته بشه. حالا ما تگ پی رو پاک میکنیم. دومین تگ بی آر و اچ آر. شما وقتی تگ بی آر رو بزنین یه بار دیگه انتر بزنین، زیرش یه دونه پی بنویسین، مثلا بنویسین های. حالا کنترل اس بزنین، بیاین توی سایتی که ساختین رفرش کنین، ببینین یه فاصله قابل توجهی میده و مینویسه های. حالا ما دوباره برمیگردیم تگ بعدی، تگ بی میزنین، انتر مینویسین، قبلش یه دونه بیار حتما بدین که فاصله داشته باشه. تگ بیار رو میزنین، انتر بی. تگ بی رو توش هر چی میخواین مینویسین، مثلا مینویسین چی میزنین؟ گود بای. خب حالا شما وقتی که گود بای نوشین کنترل اس برای سیو کردنه، اصلا چیز خاصی نیست. یعنی چیز خاصی که هست سیو نکنین که اصلا سایتتون نمیاد. میایم اینجا رفرش که بکنیم، اگه دقت کنین گودبای یکم کلوف شده. بی مخفف بلده، متنتون رو بولد میکنه. حالا ما دوباره برمیگردیم تو VLS. اینجا تگ بعدی چیه؟ یه تگ خیلی مهمه، تگ HR. HR چیکار میکنه؟ ببینین خودتون ملاحظه کنین. یک بار دیگه من های می نویسم. این میشه این های رو می نویسیم و کنترل اس. من اگر صفحه رفرش کنم یه دونه خط میندازه، یعنی یه دونه خط وسط صفحه میندازه و همون فاصله رو میده و بعد از اون خط متنتون میاد. حالا ما دوباره برمیگردیم توی VLS. اینجا پایین دکمه پی، اینجا پایین تگ پی ما میایم مینویسیم چی؟ یه دونه پی دیگه میدیم. این دفعه میایم میگیم که چی؟ میگیم پی رو که نوشتیم میریم داخل پی، تگ استایل رو یه فاصله میدیم، تگ استایل رو مینویسیم. حالا اینجا استایل کالر رو مثلا مینویسیم بلو ویولت. حالا بین این پی بسته ببینین، دقت کنین پیو که باز میکنین این شکلیه، پیو که میبندین یه دونه از این خطای کج میاد بغلش. حالا مثلا ما اینجا مینویسیم جبار ایز رگ. اگه اشتباه نکنم دیکتش این شکلیه، جبر نوشتم، جبار. خب حالا مثلا جبار که کامله نیست. بعد میایم اینجا، میایم توی سایتمون و متن شما رنگش تغییر میکنه. بچه خوبی باشین. بعد اینکه همین دیگه، میان اینجا این متنتون رو این رنگی میکنه. حالا فقط هم نمیخواد کالر باشه، میتونه هر چیزی باشه. یعنی من الان یه بار دیگه میام اینجا تگ پیو که نوشتم میام دقیقاً بینش یه فاصله میدم. استایل رو که نوشتین میتونین مثلا بگین یه چیز دیگه انتخاب کنیم. مثلا ببینیم چی داره، همه چی داره دیگه. سرچ کنیم فون. اینجا بکگراند کالر هم میشه آکوام. حالا اینجا می نویسیم جبار ایزنت رگ. خب حالا اگه اینو کنترل اس بزنیم، بیایم دوباره اینجا صفحه رفرش کنیم. چرا نیومد؟ خب شما میتونین بگین که چرا نیومد. دقیقاً چون اینجا تگ پی وجود نداره و اینکه
دوتا چیز رو نمیتونه با هم این شکلی کنه. ببینید این چی کار میکنه، این میاد هر چی پیه رو با هم چیز میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه مشکلی وجود هست. اگه گفتین مشکل چیه، ما داریم کلش رو توی ایندکس HTML انجام میدیم. ما باید یه دونه فایل جدید بزنیم، اسمشو بذاریم css. خب دوستان، اینم از این پارت بعدی قرار خیلی طولانی باشه، چون این کلا پایش بود دیگه. فکر کنید پایش یه همچین چیزیه. مثلا اگر بخواین شما این کارا رو بکنین، چند تا 3 مدل وجود داره: اینلاین، اینترنال، اکسترنال. اکسترنال بهتره چون میتونه سرعت سایتتون رو بیاره بالا. مثل اینکه مثلا اینترنال میشه میشه گفت 12,000 تا کد، اما اکسترنال میشه 700 تا کد دیگه. چرا سایتی که با 700 تا کد تمومه رو بخواین 12,000 تا تگ بزنین؟ خب دیگه اینم از این پارت و امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی